آقا اگه یه جزوه یا یه متن خیلی طولانی بهت دادن دیگه نمیخواد دونه بدونه بشینی بنویسی. یه ترفند خیلی عالی میخوام بهت یاد بدم، خیلی راحت تمامی این متن رو توی گوشیت کپی کنی، هر جام خواستی جایگذاریش کنی. ادامه ویدیو آموزش رو بهت یاد میدم. لایک یادت نره. وارد مرورگر گوگل موبایلتون میشین و قسمت دوربین یا همون لنز گوگلتون رو فعال میکنین. روی ضرب در میزنین، میرین روی اون متنی که میخواین و علامت ذره بینا میزنین. شروع میکنه به جستجوی نتایج. بعد اون قسمتاشو که نیاز ندارین از متن رو میبرین و اون قسمتشو که میخواین انتخاب میکنین. بعد روی قسمت تکلیف شب میزنین، شروع میکنه به کپی برداری از متن به صورت نوشتاری. بعد شما اینجا کپی نوشتار پایین صفحه که زدین توی کلیپ بوردتون کپی میشه. حالا هر جایی که خواستین میتونه این متن رو کپی کنین به این صورت. این محتوا رو حتما ذخیره کنین، این پست رو لایک کنین و برای دوستاتون هم بفرستین. همونجوری ببینید تمام یه متن کامل کپی و پیستش انجام شده به همین راحتی.